السلام علیکم. در نوار بخش خبری و تحلیلی هفته این دستور اینفورماسیونی خبر و رویدادهایی که در دوام این هفته در ناحیه روی دادند فرا گرفته است. فقط مکملتر نمایش می‌دهیم. در استودیو با شما جهانگیر صابرов. انسان بزرگترین موجودات روی عالم به شمار می رود و به هر احترام و اعتبار و اعتراف مناسب است. منفعت او از هر چیز بالاست. این غایه انسان پرورانه در 3 سال اخیر به نقطه خیلی بلندترین رسید. در نتیجه آرزوهای یک چند ساله مردم این کشور آفتابی جامعه عمل پوشید. هر سال به دهه غذناب سیل می آمد و اهالی از آن ضرر جدی می دید. گرچنده برطرف نمودن ضرر در ذمه دولت باشد هم نگرفتن پیش راهی حالتهای فوق‌العاده مردم این ده را در تشویش می‌گذاشت. غزنوب یکی از محله‌های دوردست ناحیه سوخ بوده در حدود سکتور یکم جایگیر شده است. از بس که این دهه در آغوش قطارکوه‌های سر به فلک جایگیر است، هر سال با برابر گرم شدن هوا با وجود آمدن آبخیزی از احتمال خالی نیست. برای گرفتن پیش راهی حالت‌های فوق‌العاده از جانب دولت به مقدار 3 میلیارد سوم مبلغ جدا کرده شد و در دهه از طرف کارخانه سوخ گیدرا قرلش راه علاهیده سیل بنیاد گردید. خلق به آرزوی 30 ساله اش نهایت رسید. این سیل فردا یک چند ساله آرزوی قشلاق غزنوب بود. لیکن این میشد به نمیشد به خیالمون نبود. هیچ شدنش انق نبود. لیکن شدنش انق نمیدونستم. لیکن همین آرزومو الله تعالی رسوند. لیکن هم پروردگار رو شکر میکنم. هم خلقم تینجیش، اولنی محافظه کنیش، پرزیدنتمو قرارهای برآورده، خلق محافظه کنیش من سیل فردا قرار برآورد. همین آرزوی یک چند ساله ما رسیدم، صاحب شدم. واقعا در دوام 6 ماه کارهای ساختمانی به انجام رسید و از این چند پیش مراسمی به استفاده سپاری سیلروی محل شده گذشت. در مراسمی به استفاده سپاری حاکم ناحیه فرخ اوسرف نیز اشتراک کرد و با آنهایی که در کارهای ساختمانی حصه ارزنده گذاشتند مکافات‌های گرانبهای حاکمیت ناحیه را تقدیم نمود. واقعا در راه منفعت خلق در مملکت ما سالهای آخر کارهای خیلی نظررس به عمل تطبیق گردیده ایستادند. قبولخانه سروزیر ریسپوبلیک ازبکستان هم به منفعت مردم خدمت میکند، خاصه به منفعت تدبیرکاران برای برطرف نمودن معما و مشکلی های آنها. وظیفه‌اش و مقصد اساسی تشکیل شدن قبولخانه سروزیر اولا یکمش تدبیرکارها، سوبیکت‌های تدبیرکاری و اینوسترهای دولت‌های خارجی منفعت‌های قانونیش تامین کردن و حقوق و منفعت‌های قانونی واقعی تامین کردن. بعد از این با همون تدبیرکارها و اینوسترهای خارجی مانع شده که پرابلم‌های حل نموده. این هم باشد یکم اولا درباره در جدا کردن کردیت‌های بانک، زمین ریسورس‌های زمین، بناهای خالی استوده، شرایط فراهم آورده به همین قبول کرده شد. واقعا رشد ساحه تدبیرکاری عامل مهمی پیشرفت مملکت از جهت اقتصادی می باشد. تدبیرکاری کدام وقت رواج می یابد و دامن فراخ می کند؟ وقتی که به فعالیت تدبیرکار کسی سدی راه نمی شود، از جانب رهبران و متصدیان دخلدار به خاطر منفعت خویش تزریق رسانیدن به نظر نمی رسد. وقتی معماهایش به چون و چرا در دایره قانون حل خود را می یابند. در کشوری که برای تدبیرکاران شرایط فراهم آورده شده است، در آنجا با وجود رواجیابی اوج گرفتن جلب نمودن اینوسترهای خارجی نیز آسان می‌گردد. در ناحیه سوخ زیاده از 3000 نفر تدبیرکار موجود بودند. نظر به معلومات مدیر قبولخانه سروزیر طرف تعداد صاحبکاران در ناحیه می‌افزاید. از روی نقشه قبولخانه سروزیر در حدودها تحت رهبری حاکم قبول سیار به معنی دیگرش واخوری حاکم با تدبیرکاران به وقوع می‌پیوندد. اما هر قبول را اگر نتیجه نیست این بی‌نفع است و پیشروی به نظر نمی‌رسد. در هر یک قبول حداقل معمای 2 یا 3 نفر تدبیرکار حل خود را یابد، پس موافق مقصد است. در قبول سیاری که در دوام این هفته در محله قزلقیاق گذرانیده شد، زیاده از 10 نفر تدبیرکاران اشتراک نمودند و در آنجا معمای 4 نفر آنها در جایش برطرف کرده شد. من 20 yildan beri shu So'x tumaniga kelib tadbirkorlik qilib o'g'il uylab qiz chiqarib mana tirikchilik qilib shu yerda yashab kelib turibmiz. Shu kunga kelib yaqindan beri shu Qirg'iziston Respublikasidan kelishib
bizni mahsulotlarimizga xaridor bo'lib olib ketmoqchi bo'layotganda ko'proq miqdorda ruxsat berishmaganligi uchun men hozir shuni talab qilib chiqqan edim. Hozir mana murojaatimni juda qabul qilishib, menga ruxsat berishdi. Hozir chegara xodimlari bilan, katta boshliqlar bilan gaplashdida, menga hozir qancha miqdorda bo'lsa olib chiqib ketishga ruxsat bo'ldi. Bundan juda xursand bo'ldim. Mana bundan bag'i ham Xudo xolasa yana ham tadbirkorlikni kengaytirib, yanada xizmatni yaxshi qilishga. Agar muammo bartaraf karda shavad, tadbirkori rushd و نمو می‌یابد. این البته نه فقط به بودجه دولت بلکه به مردم نیز نفعی زیاد دارد. شماره تدبیرکاران افزاید، فراوانی مردم نیز تامین می‌گردد. عائله‌های دارای امکانات محدود از سخاوت آنها بهره‌مند می‌شوند. برای اثبات عمل‌های خیر و ثواب تدبیرکاران محله حضرت علی را اینجا ذکر کردن موافق مقصد است. در دوام ماه‌های آخر از حساب تدبیرکاران بعضی از کوچه‌های محل اسفالت پوش کرده شد. استقامت کنندگان موضع سنگ سیاه با آب نوشاکی تامین گردیدند. با عائله‌های کم تامین هر ماه آرد و روغن هدیه می‌کنند. من باز در عرفه عید قربان تدبیرکار ولی جان تویچیف به 11 نفر عائله‌های دارای امکانات محدود یاری مادی رسانید. از این اهل ده خیلی ممنون گشتند. واقعا از پولیابی هم دلیابی مشکلتر است و هم افضلتر است و ثوابش نیز بیشتر. اینا پدرشان مرده 3 تا یتیم موندن. همه ها حساب گرفته دوی ماه عید میشد، مایرام میشد، حساب گرفته یاردم کرده احوال پرسه سویان. یافته که چون آورد و عید رمضان 1 میلیون پول دادن، 3 خرط آورد و 2 فلک روغن دادن. من با دینم بره با 3 خرط آورد داده برفتن. من حاضر با پول آوردیم، من کم ویتنده. باشد میرسد گفتن پدر و بابایان ما به سبب نیست. بگذار شماره تدبیرکاران سخاوتمند زیاد گردد و از حساب همت و سخاوت آنها شماره عائله‌های دارای امکانیتش محدود کم گردد. اصلا تشبث و کارهای به عمل آمده ایستاده در محله حضرت علی نمونه عبرت می باشد. اما با وجود موفقیت ها کمبودی ها نیز به نظر می رسند. از محله حضرت علی دور نرفته موضوع را دوام می دهیم. در این دهه کوچه وجود دارد که آن 2 نام دارد و نیم اهالیش به محله سریکنده و نیمش به محله حضرت علی تابع می باشند. خوش اهل این کوچه را کدام معماها امروز اذیت می دهد؟ من بزرگ محمد جان در محله به نام حضرت علی زندگانی میکنم. کوچه ما 2 نام دارد، یکی حقیقت دیگری بلیغتی. من خواهش میکنم از نام همه کوچه خواهش میکنم که 1 نام شود و کوچه ما اسفالت شود. بس معماها رو نمبر کنید. معماها یکم کوچه ما رو اسفالت کردن در کار. دوم معماش آب نوشاکی نیست، آب نوشاکی تامین کردن در کار. سوم سمسوفایی که کایها شنونده بودند اوجه در حالت خراب است. کوچه چنگالود و لای آلود آب نوشاکی معمای وابسته به سیم الکتر. ما در اساس مراجعت با آنجا رفتیم، حالت را آموختیم. رئیس محله های حضرت علی و سریکنده اساسناک بودن مراجعت اهالی را گفتم و در حال متصدیان کارخانه های دخلدار جلب کرده شدند. بعد تشریف ما معماها حل خود را یافته ایستاده است. روزهای خیلی نزدیک اهل این کوچه با آب نوشاکی تامین کرده میشوند. الحال کارمندان کارخانه تامینات آب ناحیت در این محله ها کار برده ایستادند. ما باشیم باز به این موضوع برمیگردیم و نتیجه آن را البته به شما میرسانیم. خبر نوبتیمان از ولایت اندیجان. از روی خبر ژورنالیستان به ولایت اندیجان از ملک هند یعنی هندوستان شفاکاران صاحب ملکه آمدند و اهالی را به پول از نظارت طبی گذرانیده ایستادند. biz shu yerda bepul beg'araz xizmat ko'rsatyapmiz. Kelajakda xudo xolasa shunaqa niyatiy maqsad borki, Hindistondan doktor olib kelib shu yerda operatsiya yo'lga qo'yish xudo xolasa. Chunki ko'pchilikda pul tomonidan ko'p qiynaladi, mablag' tomonidan qiynaladi. Shu kasallarni shu yerda Hindistondan doktor olib kelib shu yerda operatsiyalar yo'lga qo'yish maqsad xudo xolasa. Xursandman albatta. Mutaxassisimdan ancha xursandman. Kerakli maslahatni berdi, dorilarimni qisqartirib berdi. Kasalliklarni oldini olish uchun maslahatlar berdi.
سالهای آخر ساحه طب در ملک هند خیلی رواج یافت و امروزها شفاکاران این کشور در عرصه عمومی جهانی موقع کلان را صاحبند. با برابر تشریف سیاحان آمدن بیماران به ملک هند خیلی می افزاید. سبب ساحه طب خیلی رواج یافته است در این کشور. مملکت ما نیز در این ساحه با هندوستان همکاری کرده ایستاده است و خوشبختانه ساحه طب در ازبکستان نیز خیلی رشد و نمو می‌یابد. واقعا استقلالیت کشور برای ما در تمام امکانیت ها را گشاده داد و ما را به جهان شناسانید و جهان را به ما. از این خاطر با یک سخن گفتم می توانیم که جاویدان امان باش جان ازبکستان. در واقع تحت این شعار در محله های ناحیه به مناسبت 28مین سالگرد استقلالیت وطن تدبیرهای کنسرتی برگزار می گردند. در دوام این هفته در محله های طول و صاحبکار تدبیر به مناسبت عید استقلال گذرانیده شد و در آن همه پیر و جوان محله اشتراک نموده جوانان خوانندگان صاحب استعداد بچه‌های اقتدارناک برآمد کرده درباره استقلال کامیابی های آن شعرها قرائت نمودند و اهل تدبیر را خوشنود ساختند. Menga tuprog'ingdan joy bergan vatan. Menga tuprog'idan joy bergan vatan. Menga osmonidan oy bergan vatan. Seni ardoqlovchi bir farzandingman. Iloho tinch bo'lgin jonajon vatan. Ham onam, ham otam bebaho vatan. Borlig'im ham toju taxtimsan vatan. Dunyodagi eng oliy ne'matim o'zing. Iloho tinch bo'lgin bebaho vatan. اهل محله لیمبور نیز دیروز عید استقلال را استقبال گرفتند. پیر و جوان، زنان و مردان ده به یک جا جمع آمده عید کردند. استقلال این انعام خداوند است، زیرا رسیدن به آزادی آرزوی 70 ساله مردم سرملت آسیای مرکزی بود. در نتیجه تلاش و جانبازی های معرفت پرورانمان ما به آزادی به استقلالیت وطن رسیده. می گفتند اهل ده ضمن صحبت با ما پاینده باد صلح و آسایش، آبادی و آزادی گویان دست به دعا می برداشتند. ساکنان این دهه جوانان صاحب استعداد باشند در سرود و شعرهایشان استقلال و کامیابی های آن نعمت بی‌بهای خداوند بودن آزادی، صلح و آسایش را ترنم ساخته طبع اهل تدبیر را خوشنود می ساختند. تدبیر عید استقلال در این دهه کهن تا در دوام کرد و در دل اشتراکداران تأثیرات خوب باقی گذاشت. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد. مخبرمان انورجان جورایف از حدود سکتور یکم از کارهای آبادسازی محله قلعچه گزارش تهیه نموده است که حالا همان را پیشکش شما میکنیم. توجه کنید. پوشیدنی است که امروز معما و مشکلات در هر حدود به نظر می رسد و مردم ناحیه برای حل این معماها به رهبران مراجعت می کنند. با قریبی در قبول سیاری که در جماعه شهروندان محله قلعچه شده گذاشته بود، اهالی این حدود به حاکم ناحیه عاید معماهای خود گفته بودند و منفرش کردن راه مسجد محله نیز یکی از طلبات اهل این حدود بود. پریروز حاکم ناحیه بهر شناس گشتن به این مسئله به واسطه به محله قلعچه تشریف آورد و در تشریف با اهل این حدود واخورد. معلوم گشت که امروز اهل محله مذکور به تعمیر کردن صحنه مسجد جامع حدود، پهن کردن شغل و بنیاد ایوانی نو در شفت بینای اساسی مشغول بودند. شخصان متصدی تحت سروری حاکم ناحیه نیز در کار این حشر شرکت کردند و به قلعچگیان کمک رسانیدند. بنا به معلومات فعالان محله، راه مسجد بسیار تنگ و تار است و همزمان در وقت بارشات عموما برای حرکت نامساعد می‌گردد. طی چند سال است که منفرش کردن این کوچه برای اهل محله آرزو بود. همچنین به خاطر آن که بینای مسجد امروز برای عبادت تنگ شده است، لازم است که در شفت بینای اساسی بینای علاوه بردارند. در این کار و در این سمت تمام اهل محله محنت می‌کنند. در کار و مهنت یک جایه اکثریت اهل محله شرکت میکنند. امروز اینک آرزوی درونی اهل قلعچه حالت جامع عمل پوشیدن را دارد. موافق حساب و کتاب رهبر اداره راهسازی حبیب جان میرزایف برای تعمیر و منفرش کردن این گذر که زیاده از 100 متر می باشد، قریب 30 میلیون سوم مبلغ مصرف می گردد. این مبلغ از حساب حاکمیت ناحیه داده می شود و در روزهای نزدیک اینجا پر را منفرش خواهد شد. گفتن ممکن است امروز قبول های سیاری که در محله ها دایر می گردند به اندازه نتیجه های مثبت و ثمر های خوبی خود را می بخشند. از این قبیل اعتبار مهمش مردم اهل محله و عموما خلق ناحیه خیلی منت دارند.
این بود بخش خبری و تحلیلی هفته که شما توسط آن با خبر و رویدادهایی که در ادامه این هفته روی دادند شناس گشتید و در همین جا به بخش تحلیلی و خبری حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید، اما شما ما را ترک نکنید، زیرا برنامه‌های تلویزیونی صبح دوام دارد.